معرفی زبان برنامه‌نویسی پایتون، قسمت اول. سلام دوستان، به دوره آموزشی پایتون خوش اومدید. من احسان هستم، متخصص برنامه‌نویسی و فناوری اطلاعات. در این ویدیو به معرفی زبان برنامه‌نویسی پایتون و شروع یادگیری این زبان برنامه‌نویسی میپردازیم. خوشحالم که همراهتون هستم تا با دنیای برنامه‌نویسی آشنا بشید. برنامه‌نویسی در دنیای امروز اهمیت فوق‌العاده‌ای داره و از زبان‌های برنامه‌نویسی در زمینه‌های مختلفی مثل توسعه وبسایت‌ها، تهیه نرم افزارهای تلفن همراه، داده‌کاوی، یادگیری ماشین و هوش مصنوعی استفاده میشه. یادگیری زبان‌های برنامه‌نویسی مثل پایتون این امکان رو به شما میده که توی این زمینه‌ها موفق‌تر باشید. حالا بذارید درباره اینکه چرا پایتون یکی از محبوب‌ترین زبان‌های برنامه‌نویسی صحبت کنیم. پایتون به خاطر ساختار برنامه‌نویسی ساده‌اش یادگیری رو برای تازه‌کارها آسون می‌کنه. مثالی از پایتون رو تو این صفحه می‌بینید. به راحتی با چند کلمه پیامی که مد نظرتون هست در خروجی چاپ میشه. پایتون دارای کتابخونه‌های معروفی است برای محاسبات عددی، تحلیل داده، توسعه وب، نوشتن نرم افزارهای تلفن همراه. همچنین زبان برنامه‌نویسی پایتون جمعیت زیادی از برنامه‌نویس‌ها رو از کشورهای مختلف داره که تجربه‌های خودشونو در وبسایت‌های مختلف و در فضای مجازی با بقیه به اشتراک می‌گذارن و اگر سوال داشته باشید در یادگیری و حل مشکلات و سوالاتتون به شما کمک خواهند کرد. این زبان در حوزه‌های مختلفی مثل علم داده، توسعه وب، اتوماسیون، برنامه‌نویسی علمی، نرم افزار تلفن همراه کاربرد داره. با یادگیری پایتون میتونید در هر یک از این حوزه‌ها فعالیت کنید. حالا که با پایتون آشنا شدید، بیایید نگاهی به سرفصل‌های آینده هم بندازیم. ما درباره موضوعاتی مثل متغیرها، عملگرها، کنترل جریان و توابع هم صحبت خواهیم کرد. این مباحث به ما کمک میکنه تا توانایی‌های خوبی در برنامه‌نویسی به دست بیاریم و بتونیم پروژه‌های جالبی رو انجام بدیم. امیدوارم یادگیری پایتون به شما در زندگی شخصی و حرفه‌ایتون کمک کنه. حالا بیایید یه جمع‌بندی انجام بدیم. امروز یاد گرفتیم که پایتون زبان کاربردی، ساده و محبوبی هست که میتونیم با اون برنامه‌نویسی کنیم. در این دوره ما تصمیم گرفتیم برای اینکه بازدهی بهتری داشته باشیم و شما بتونید زبان برنامه‌نویسی پایتون رو بهتر یاد بگیرید، در جلساتی کمتر از 10 دقیقه به آموزش این زبان برنامه‌نویسی بپردازید. اگر سوالی دارید یا نظری برای ما دارید، حتما در قسمت نظرات بنویسید تا بتونم جوابتون رو بدم. از شما درخواست می‌کنم که ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای آینده ما مطلع بشید. ممنون از اینکه با ما بودید و موفق باشید.